در این زمانه پرهیاهو انسان بیش از آن که در جهان سکونت کند خود را به نمایش می‌گذارد. جهان نه عرصه حقیقت که صحنه بی‌پایان بازنمایی می‌شود. گویی همه چیز باید دیده شود تا معنا یابد و آنچه دیده نشود گویی هرگز وجود ندارد. هستی انسان در شبکه‌ای از تصویرها و توهمات پراکنده می‌شود و آنچه باقی می‌ماند نه حضور بلکه نمود است و آنچه دائما دیده می‌شود فرصت اندیشیدن به هستی خیش را از دست می‌دهد. در چنین جهانی کنار خیش ماندن امتناعی خاموش است، امتناعی از شرکت در توهمی جمعی که میپندارد رنج را میتوان با زیباسازی انکار کرد. این امتناع برای جهان هراس‌انگیز است، زیرا ساختگی بودن ارزش‌ها در آن نمایان می‌شود و آنچه ساخته شده میتواند فرو بریزد. اگر انسانی بتواند آنچه هست را بی‌واسطه بپذیرد، نه در مقام تصویر بلکه در سکوت بدنمند خیش، با تنی که درد می‌کشد و روانی که از تاریکی نمی‌گریزد، آنگاه راهی گشوده می‌شود. کنار خیش ماندن بازگشتن به جریان است، چون آب که شکل نمی‌طلبد و با این همه هر شکل را می‌پذیرد. آزادی نه رهایی از محدودیت بلکه گشودگی نسبت به امکانهای خیش است. نه انتخاب میان نقاب‌ها بلکه جرأت بی نقاب بودن است. توان ایستادن در گشودگی هستی بیان که بخواهی چیزی را اثبات کنی. بودن با رویارویی خاموش با امکان فناپذیری خیش آغاز می شود. انسان آزاد با صدای لرزان اما راست اعلام می کند این منم، با شکست‌هایم، با تاریکیم، با تنی که درد می کشد. او می گوید هستم، نه چون دیگران می بیند. هستم به سان درختی که در دره می روید، بیان که بداند تماشاگر کیست.